با درود و احترام به شما عزیزان، من برزو احمدی هستم و با برنامه دیگر در خصوص منابع داده های پژوهشگران فارس و فارسی زبان در خدمت هستم. در جلسه پیشین یا در برنامه پیشین ما با نگاهی به دو مقاله پژوهشی دانشگاهی و یادداشت‌های کوتاهی منتشر شده در سایت وابسته به مراجع دینی منابع افرادی از جامعه الحق یا نویسندگان و صاحبان اثری از این جامعه برجسته کردیم که منبع یا رفرنس پژوهشگران و نویسندگان جامعه پژوهشی هستند، جامعه پژوهشی فارسی زبان. امروز با مروری یا نگاهی به دو مقاله پژوهشی که یکی از آنها پایان نامه مقطع لیسانس هستش، دوره ارشد، و دیگری هم یک بخشی از یک کتاب است، یک مقاله که از طرف نویسنده تهیه شده و ما به کمک این مقالات نگاهی میاندازیم به منابع داده ها در نزد به اصطلاح پژوهشگران اروپایی که در طی 2-3 سده اخیر به منطقه آمدن یا به مناطقی که محل سکونت علی‌اللهی و الحق ها و نمیدونم نامهای دیگری از آنها یاد کردن، به آن مناطق آمدن و چیزهای راجع به آداب و سنن و باورهای مذهبیشان نگاشتن، به طور کلی مشاهدات خودشان را در سفرنامه ها و یادداشت‌هایشان بازتاب دادن. نکته دیگری که از برنامه پیشین میتونم خدمتتان عرض بکنم این بود که من شخصا حدود بیش از 2 دهه پیش به فکر یافتن جوابهای چرایی تناقضات و تضادها در هویت خودم افتادم و برای یافتن جوابها به پرسش‌هایم به آثار تاریخ واقعی گوران‌ها مراجعه کردم که به دفاتر یاری‌ها، حداقل من تحت نام دفاتر یاری‌ها از آنها نام میبرم و نام‌های عنوان‌های دیگری به کار گرفته می‌شود که خیلی از آنها نامسما هستند که به برخی از آن عنوان‌های نامسما در این نوشته‌ها برخورد خواهیم کرد. اما هویت در چه معنایی؟ در اینجا به طور مختصر عرض می‌کنم و در یک برنامه اختصاصی راجع به موضوع بیشتر موضوع را باز خواهم کرد و بیشتر به جوانب مختلف آن خواهم پرداخت، مستنداً و با اتکا به اسناد تاریخی خود، نه دیگران، نه منابعی که در برنامه قبلی برجسته کردیم و نه در منابعی که امروز برجسته کردیم. اگر از این منابع استفاده شود
تنها به خاطر برجسته کردن بدفهمی ها و کژفهمی ها و نفهمی ها در خیلی موارد خواهد بود. هویت در معنی که اندیشمندان و صاحبان فکر و اندیشه در عرصه های مختلف از آن به دست دادن و ساده ترین و به اصطلاح معنی هویت آن است که آنچه انسان بدان یا آن را با آنچه انسان خود را با آن تداعی می کند که خویش را از دیگران باز شناسد و بداند کیست و یا می داند کیست. بنابراین هویت هر آنچه که هر انسانی خودش را با آن تداعی می کند، می گوید که من این هستم، اینها هستم و این ویژگی ها یا این خصائص یا این نشان ها، این نمادها متعلق به من فرد یا به من جمع هست. بنابراین هویت را در این معنا میتوان به کیستی و چیستی حداقل تقسیم کرد یا اینکه در این دو بود نگاه کرد. آنچه که این شخص به اصطلاح هویت خودش بکند، حداقل در معنی که ما در جلسه پیشین از نگاه دکارتی می اندیشم پس هستم یا فکر می کنم پس هستم، I think therefore I am, I think I exist. در این معنی های انگلیسی که برای اون سخن معروف ایشان چیز آورده شده. پس بنابراین کیستی شخصی در صورتی میتوند هویت قلمداد شود که بتواند در چیستی آنچه که خودش را با آن تداعی میکند یا در ماهیت آنها بتواند چه تصرف کند، بتواند در آنها بازنگری کند، نوع اندیشی کند و بتواند آنچه که خودش به اصطلاح میتونه در آن دخل و تصرف کنه، خودش را با آن تداعی کنه. ولی در مورد ما که همه چیز ما یا به زرتشت یا به مانی یا به اصطلاح بودایی یا به مزدکی یا به این طرف یا به آن طرف یا به اسلام به اصطلاح یا به تصوف ربط داده میشه، این چیستی ما از حوزه دخالت ما خارج می شود. یعنی ما نمیتونیم در به اصطلاح چیستی خودمان دخالت بکنیم و این چیستی تعبدی می شود، یعنی به صورت یادگیری از نسل‌های پیشتر از بزرگترها این انسان یاد میگیره، نه اینکه بپذیره و این مغایرت پیدا می کند با جهانبینی دانایان کردان و یا دیدگاه های آنها. و در اینجا ما در یک جلسه به طور به اصطلاح جامع و روشن سخن خواهیم گفت از مناسبات بین هویت و فرهنگ و نمودش در جهانبینی دانایان کردان، یعنی یاری و خرمان یاری سخن خواهیم گفت که چطور یاری و خرمان یاری، خرمن یاری به کردی خرمان یاری، یک چرخه جاری و ساری در حال دورانیت پیدا می کنند و یارهای سرسلطان بارآور و بارپرور می شوند و دوباره یاری تداوم پیدا می کند و یاری بر خرمن یاران بر خرمن یاری می افزاید. و ما این را باز خواهیم کرد، توضیح خواهیم داد، تشریح خواهیم کرد و مستنداً به این موارد خواهیم پرداخت. و در اینجا می بینیم که منظور از
بیان این سخنان این بود که این هویت کاذبی که بر ما تحمیل شده از آن ما نیست و توسط جمعیتی از متصوفه که امروزه به اصطلاح ما مدتی است آنها را با زیر عنوان هفتوانه ها از خودمان جدا کردیم وارد به اصطلاح به ما تحمیل شده و این آنچه که زیر نام به اصطلاح باورهای اسلامی یا بخشهایی از باورهای اسلامی باورهای متصوفه به ما نسبت داده شده به ما تحمیل شده در واقع اینا بخشی از گذشته به اصطلاح پیشینه نظام باوری هفتوانه هستند و ربطی به مایی که بعداً در جلسات این را روشن‌تر بیان خواهیم کرد هفتن خواهان یا هفتن طلبها دو جمعیت و دو جریان متفاوت دو جریان فکری متفاوت حداقل مجزا بودند متمایز بودند که جریان هفتوانه ها یک جریان یک نظام باوری داشتند یا بخش‌های از یک نظام باوری و هفتن خواهان دارای یک جهان بینی فکری فلسفی بسیار بسیار عظیم انسان محور و جهان شمول میتوان گفت بودن و ما در جلسات مرتبط در جلسات اقتصادی به این موارد به طور روشن و مستند مستدل و منطقی خواهیم پرداخت. اکنون با شما صفحه‌ام را با شما صحیح میکنم شیر میکنم و نگاهی بیندازیم به اون مستندات که خدمتتان عرض کردم. خب این یک همونطور که خدمت عرض کردم بخشی از یک چیز از یک نشریه فکر کنم باشد. من حالا با روش یا با نشریات و با شیوه کار به اصطلاح دانشگاه های داخل آشنا نیستم، ولی خب پژوهش‌های ایران شناسی سال 7 شماره 2 پاییز و زمستان 1396 یکم صفحه را بزرگ بکنم عزیزان بهتر ببینن. پژوهش‌های ایران شناسی سال 7 شماره 2 پاییز و زمستان 1396 از صفحه 15 تا 32 به چاپ رسیده. در واقع 18 صفحه هستش اینجا و عنوان هستش ملاحظاتی انتقادی در باب نگرش سیاحان خارجی دوره قاجار به آیین یلستان. آنچه که من فراموش کردم که عرض کنم و جلسه پیش عرض کردم اینه که ما در حین نگاهی بینا نگاهی به ادبیات و مفاهیمی که از یافته های من گرفته شده و دارد در اینجا به طور به اصطلاح خزنده عادی جلوه می کند هم برجسته می کنیم این موارد که عزیزان بدونن که یاری و یارسان مفاهیمی بیش نیستند و در گذشته هم در همانطور که جلسه قبل عرض کردم تنها در چند منبع مترادف با الحق علی اللهی نمیدونم شیطان پرست حقیقت پرست حق پرست و انواع و اقسام نامهای دیگه به کار برده شده و نامی به اصطلاح تعریف شده و مستقل نبوده و این کار را ما بیش از 2 دهه پیش کردیم و انجام این کار و تعریف این به اصطلاح ظرفا گریز از این هویت متناقض و پرشکاف بود که ما میخواستیم یه بازخوانی یا اینکه هدف این بود
بازخوانی داشته باشیم از تاریخ واقعی خودمون. ولی خب به مرور زمان وقتی که این مفاهیم معنا پیدا کردن و یافته های من اعتبار شد برای این مفاهیم و جمعیت های به کمک جمهوری اسلامی این مفاهیم و ادبیات را به بیراهه بردن و مورد سوء استفاده قرار دادن. و اکنون این برنامه‌های فارسی بخشی از به اصطلاح تلاشی است که من بتوانم اینها را از جامعه پژوهشی فارسی زبان پس بگیرم و اینها هم دچار اشتباه نشوند و این مفاهیم هم معنا و هم مفهوم آن عناوینی نیست که سیاحان خارجی و یا نویسندگان جامعه الحق آنها را به کار برد. نویسندگان جهان بخش سواقب، اگر یه موقع من با خیلی از این ادبیات آشنایی ندارم، تحصیلات و مطالعات من به زبان انگلیسی و سوئدی بوده و فارسی هم خیلی زیاد داشتم، ولی خب این ادبیاتی که در داخل استفاده میکنن چاشنی عربی خیلی زیادتر از چیز از معموله و من احتمالاً تلفظ بخش یا اشتباه بیان بکنم. پوزش میخوام از این لحاظ. این جهان بخش سواقب استاد تاریخ دانشگاه لرستان هستش، معصومه هادی دانشجوی دکترای تاریخ ایران اسلامی دانشگاه لرستان هستش و محمد رضا زاده سفری دانشجوی دکترای تاریخ اسلامی دانشگاه تهران و این تاریخ سال 96 است. حالا مقایسه شود اینا با حدود 20 سال پیش، 21 سال پیش که ما در این رابطه ها شروع کردیم به تجسس و انتشار نتایج تجسس و کندوکاوهای ما. چکیده در این چکیده آورده که ورود اروپاییان در قرن 19 این یا قرن 13 هجری و این اطلاعات به دست آوردن. منتها هدف از این پژوهش بررسی انتقادی این موضوع بر پایه روش تطبیقی است و این روش تطبیقی که اینها استفاده کردن دو بود به خود گرفته. یه بودش تطبیق بین آثار پژوهشگران خارجی و یه بودش این که آنها چه گفتن در مجموع در تطبیق با آنچه این نویسندگان به اصطلاح آیین یاری در بعضی جاها یارسان و الحق نامگذاری کردن، یعنی در بین پژوهشگران و تطبیق در بین آنچه پژوهشگران مربوطه گفتن و آنچه اینها زیر نام الحق یا آیین یاری هرچه برداشت کردن. که این از همینجا که من یه توضیح بدم که یک مقایسه در بین پژوهشگران یا یافته های پژوهشگران میتواند قابل قبول باشد، ولی این که بدون توجه به زمان و پارادایم هایی که مفاهیم و مفاهیم طی کردن نمیتوان بین به اصطلاح الحق و آنچه آن پژوهشگران صدها پیش گفتند یا یافتند مقایسه کرد، چون تصویر و تصور این نویسندگان از الحق امروزی است، یعنی مبتنی است بر یک سده اخیر، به ویژه بر دو دهه‌ای که ما فعالیت داشتیم و نوشته ها و یافته های ما مورد مطالعه حداقل از نوشتهش پیداست. محمد رضا زاده سفری قرار گرفته است و بسیاری از دیدگاه ها و ادبیات من در پایان نامه ایشان میتون دید و من برجسته میکنم این نکات. خب این
اینها در به قول این چکیده به اصطلاح که این پژوهشگران از باورهای مجموع باورهایی سخن گفتند که امروزه چه به نام یاری تعلق دارد یا که به نام یاری تعلق دارد و اینها اشتباه دیگری که مرتکب شدند این عناوین تازه را به عقب برگرداندند و در صده ها و هزاره های قبلی هم گویا این آیین با همین نام، با همین مشخصات، با همین کلیت، با همین به اصطلاح جزئیات وجود تاریخی داشته و تاریخی را طی کرده است که اشتباهی بسیار بسیار بزرگ است و به نظر من خامی به اصطلاح متد پژوهشی هم هستش. و این آورده که خیلی از چیزهایشان تصویری که به دست دادن مغشوش و غیر قابل اعتماد هستش. خب در اینجا در این مقدمه من خیلی سریع به خاطر اینکه برنامه خیلی طولانی نشه، چون برنامه قبلی نزدیک 2 ساعت شد و خیلی خسته کننده برای عزیزان شد. خب اینها آوردن اینجا به علت اوضاع سیاسی و فرهنگی یا به دلیل عادی انگاشتن این مسائل مورد اعتنای مورخان ایرانی قرار نمی گرفتند. یعنی این جمعیت مورد توجه سیاحان و به اصطلاح مأمورهای اروپایی قرار گرفتند، ولی به علت اوضاع سیاسی نمیدونم فرهنگی و غیر ذالک مورد توجه یا مورد اعتنای مورخان ایرانی قرار نمی گرفتند. و این حالا حتی اگر این طورم باشه و این یک خردگیری یا انتقاد بسیار بسیار یک جانبه هستش و میتوان پرسید که این همه فرق و نمیدانم سکت و شاخ و شعبه که اینا را الحق و علی الهی و غیره نامیده شدن، آیا کسانی برجستگانی قلم به دستانی در میان خود این جمعیت ها چرا این کارها را که خارجیان کردن یا بعدها که در آخر قاجار به اصطلاح پژوهش در میان خود ایرانیان هم مرسوم شد، اونها کردن، پیشگام شدن در این رابطه و بر انحراف و خدشه افزودن، چرا اینها خودشان تاریخ خودشان ننوشتن و باسواد داشتن و خیلی از امورات به اصطلاح در خیلی از حکومت ها مقام های نظامی و سیاسی داشتند. بنابراین مشکل این نیست یا مسئله این نیست که به دلایل اوضاع سیاسی فرهنگی یا عادی انگاشتن این مسائل چیز مورد اعتنای مورخان ایرانی نبود، قرار نمیگیرن یا نمیگرفتن. اولا ایرانی ها مورخی نداشتن به معنای امروزی یا به معنای یک سده اخیر. دومن در خلال یک سده اخیر که از اروپایی ها به اصطلاح متد و الگوها تقلید کردن، به این را صرف به اصطلاح ساختن یا ایجاد یا تحمیل ملت دولتی به نام ملت ایران و کشور ایران کردن و این انرژی و این توان و امکان را صرف شناخت اجزای جامعه نکردن، صرف اجزای جامعه نشد، بلکه یک اقدام سیاسی و با به اصطلاح ابزار سیاسی تحقیقات انجام شد و اهداف سیاسی انجام شد و از دلایل عمده نادیدگیری در این راست هست و آنجایی که هم دیده شده در راستای همون هدف به اصطلاح ایران دولت ملت همه چیز تعریف شده، همه چیز نوشته شده. و اینه که و اینها به اصطلاح این سفرنامه‌های خارجی را به عنوان بخشی از منابع تاریخ ایران
میدانند یا قلمداد کردند یا پنداشتند. اطلاعات مندرج در این سفرنامه ها دارای اشکالات فراوان است و بستگی دارد که چگونه به اینها نگاه شود و در واقع ما مدیون این گونه نوشته ها هستیم و حاوی نکات بسیار مهمی از گذشته ما هستند، در صورتی که ناچاریم به اینها تکیه داشته باشیم. منتها نکته دیگر که من میتونم اینجا عرض بکنم، همونطور که خدمت عرض کردم، دو جمعیت متصوفه و جمعیت گوران ها که زندگی به اصطلاح یا تاریخی مجزا و متمایز از بقیه اصطلاح دارودسته و شاخ و شعبه های اسلام و متصوف، من جمله متصوف، طی کردن موازی با آنها بوده، اینها تاریخ خودشان را نگاشته‌اند و این تاریخ که در به اصطلاح 3 سده اخیر میتونیم با آن ارجاع بدیم یا 4 سده اخیر، تاریخیه که در دوره شیخ امیر نوشته شده و شیخ امیر و یارانش، و این تاریخ را میتون به وضوح با همه استقلالش، با همه شاخصهایش، با همه خصوصیاتش باز شناخت از سروده هایش و از آثار شیخ امیر و حدود 1 سده بعد در آثار شیخ نوروز سورانی و تیمور بانیرانی که و یارانشان که در قرن 13 هجری زیستند. و این تاریخ در حداقل در 1 سده اخیر که دستخوش به فنا بردن دستکاری و اضافه کردن جعلیات توسط هفتوانه‌ای ها بوده که به این آثار دست یافتند و این آثار را تلاش کردند که به سطح یک کتاب تقلیل دهند، حجمش کم شود و این یک کتاب هم شامل دستورات به اصطلاح دستوراتی شود که بتواند یا طوری تدوین و تنظیم شد که بتواند لنگه کتب آسمانی ادیان ابراهیمی و یا به اصطلاح اوستای زرتشت بشود. ولی خود در واقع این یک کتاب نبوده و دینی هم در کار نبوده و این کتابخانه هایی در میان گوران ها وجود داشته و بسیار یاران سرسلطان یا همون فیلسوفان بزرگ این جامعه در آن مدرسه ها بسیار بار آورده شدند و آن کتابخانه ها هم چیز به اصطلاح منبع یا سرچشمه یارها در جمعها بوده و جمعها در واقع کلاس های درس سطوح مختلف من جمله در سطح آکادمیکی بوده است و ما به اینها میرسیم و اسناد رو میکنیم. اگر یه نگاهی به 3 سال در آسیا از گوگینو بکنیم راجع به این کتابخانه ها، همونطور که مشاهده می‌فرمایید در اینجا گوگینو در صفحه 255 آورده که دست کم 2 یا البته این در جواب این که مسلمان ها متهم کردن که الحقا چیز کتاب‌هایی ندارن، دست کم در 2 یا 3 جا کتابخانه هایی وجود داشته باشد که تا آنجایی که من اطلاع دارم شامل حدود 20 جلد کتاب های آنان. حالا معلوم نیست این 20 جلد کتاب های آنان در هر کدام یا در همه آنها، ولی این حدس زده و مطمئنا این آدمات توجه به محتوای سروده ها که اشاره دارن به اصطلاح روم باستان، به شخصیت ها و به دیدگاه های یونان باستان و جاهای دیگه، مطمئنا
تعداد کتاب ها خیلی خیلی بیشتر از این تعداد بوده است و درباره محتوای کتب مزبور اطلاعی ندارم، اما بسیار مایلم به آن پی ببرم و ارزش تاریخی آنها را دریابم، خواه به مسائل مادی پرداخته باشد و خواه مسائل فلسفی، که من نمیدونم منظورش از مادی و فلسفی در واقع میتونه با هم در انطباق باشد، ولی خود چیزی که در اینجا جالب توجه هست که ایشان مسئله دینی مطرح نکردن که این کتاب ها راجع به موضوعات ایدئالیستی باشه. مهمترین این کتاب ها کتاب سرانجام است. پس کتابی که امروز زیر نام دیوان گروه سرانجام، نامه سرانجام به اصطلاح دست به دست می شود، کتاب مقدس الحق نامیده می شود، در واقع یک کتاب نبوده، ده ها جلد کتاب بوده که مهمترینشان سرانجام یا کتاب 4 ملک هستش و این منظور همونی که من قبل از اینکه این را بخوانم از روی سروده ها این را یافتم که موسی یا پیر موسی، پیر بنیامین، پیر داو و پیر رمزبار، این 4 آیین یاری یا مفاد آیین یاری را تدوین کردن و به همینان این نامی مخدوش هست و منظور آن 4 شخصیت یا 4 فیلسوف آن زمان هستش که آیین یاری را قبل از اینکه سحاق به پادشاهی، به مقام پادشاهی برگزیده شود، این را تنظیم کردن و شرایط و قوانین اختیار و محدوده اختیارات و آنچه که یک پادشاه باید در حوزه به اصطلاح طبق قانون اختیار و چیز داشته باشه، حاکمیت داشته بتونه پادشاهی کند، این مشخص کردن. حالا این است که میبینیم که این از گوبینو 1855 بین 1855 تا 1858 که در آن چیز مقاله هم اومده، از این منطقه دیدار کرده و این بدین معنی است که از 1858 تا تقریبا 100 سال پیش این مجموع نوشته از بین برده شده و تنها همین مقدار مونده، همین حجم مونده که زیر نام دیوان گورو سرانجام این چیزا چیز کرده، به چاپ رسید بعضا. خب حال این که نگاهی انداختیم، هدف از این پژوهش همونطور که خدمت عرض کردم این پژوهش آن است که وضع فرقه علیالایی در صفحه‌نامه‌های غربی دوره قاجار از منظر انتقادی مورد بررسی قرار دهد و آرای این سیاحان را درباره در این باره از طریق مقایسه با یکدیگر، همونطور که خدمتتان عرض کردم، بین آثار نوشتاری آنها و متون اصلی این فرقه که این متون در آن دوران وجود نداشته است و هفتوانه یا جمعیت سیدها که امروز به این متون دسترسی نداشتن و اینا بخشی از تصوفه بودن و خواهیم دید که اشارتی هست در نوشته های نویسندگان اروپایی. خب اطلاعات آنان درباره فرقه علیالایی موثق نیست، بلکه بی توجهی به متون دینی این فرقه و اکتفا به مشاهدات و مسموعات ناقص و بدفهمی مطالب باعث خلط جریان های عقیدتی منطقه در نوشته های این سیاحان شده باشد، در صورتی که این سیاحان در زمان این سیاحان خود این فرقه نوشته در اختیار نداشته است. این آثار فکری فلسفی جهانبینی دانایان گوران در میان گورانیان بوده است و در اختیار جمعیت های سعید و فرقه های متصوفه نبوده است. خب اولین چیز هالینگبری
آورده که نقل و بررسی اجمالی گزارش های سیاحان درباره فرقه علی اللهی. خب حالا میبینیم که این علی اللهی به اصطلاح اینا منظم آمده و در این گزارش هم اینا به درستی به ترتیب آوردن که تا زمان گوبینو واژه علی اللهی و البته عناوین دیگری هم به کار رفته، ولی خب عمدتاً علی اللهی به کار رفته و یه شیفت وجود می آید در زمان گوبینو و ایشان اولین کسی هستند که این واژه الحق را به کار می برد تا آنجایی که من اطلاع داشته باشم. در دوره قاجار نخستین بار نام فرقه الحق در سفرنامه‌ای که یک اعضای هیئت همراه سر جان ملکم سفیر انگلیس در دربار فتح علی شاه قاجار در خلال سالهای 1799 تا 1801 که این عنوان برای جمعیتی از میان لک معروف به علی اللهی در غرب شهر کرند به کار رفته است. خب آنها به خاطر همین که و در همه نوشتا همینطور آمده در توضیح یا توجیه این که چرا اینها علی اللهی نامیده میشوند ارجاعش داده شده به اینکه آنها علی را خدا میدانند، حالا کما بیش با کمی اختلاف بیان که اینها چیزهای دیگر هم شنیدن که گویا مایه شرم بشریت است که اونا را بیان کنند. راولینسون که 1833 بین 1833 تا 1839 از منطقه دیدار کرده، ایشان هم علی اللهی آنها را خطاب کرده و بازمانده یهودی‌ها دانسته و تاریخی آورده از رابطه بین حلوان و ماریه که در اینجا چیز نیست بدان نمی‌پردازیم. در جای دیگر راولینسون مدعی شده که بازمانده سنت یهودیان در این منطقه فراوان است که این به یهودیان در این منطقه زیستند و رابطه بین این سه روز روزه‌ای که مرسوم شده بی ارتباط نیست با سه روز روزه یهودیان و بی ارتباط هم نیست با سه روز روزه ایزدی ها و در این میان یه به اصطلاح الگو برداری تقلیدی انجام شده در میان سادات و اولین به اصطلاح نوشته‌ای که درباره اجرای مراسم نذر و نیاز اومده در اشعار خان الماس هستش که مربوط میشه به قرن 12 هجری و از ادبیاتش معلوم هستش که دستکاری شده و احتمالاً در این صده آخر بیشان نسبت داده شده و آن مراسم هست هم چیز تنها عید قربان در بر میگیرد و مناسبت های دیگری اشاره نشده. خب بازمانده سنت یهودیان هستند در منطقه. هنوز ایلات این نواحی حضرت داود را بزرگترین پیغمبر و حامی خود میدانند که این نویسندگان این را اشتباه چیز کردن، فرض کردن که این حضرت داود نیست و بلکه داود کوسوار هستش. بعد اینا اعتقاد به تناسخ چیز دارن در 1001 تن و چنین عقیده‌ای که حالا این نویسندگان این نوشته اینا منکر شدن که چنین باشد، بلکه حلول خداوند در چند دوره روی زمین اعتقاد دارن و منبعشان هم چیز صفیزاده بورکه‌ای که در اینجا هم ایشان ظاهر میشه و در نوشته در برنامه قبلی اکثر به اصطلاح یا یک معتبرترین منبع آثار ایشان بود معرفی شده بود. حلول خداوند در جسمانه واقع کرده عبارتاً که این جمعیت از بنیامین، موسی، عیسی، الیاس، داوود، عیسی، علی، سلمان، حسین و هفتن که اینش درست نیست، ولی خب اینها همون سلسله بسلا امامان هستش که حاج نعمت الله جیهون آبادی هم استفاده کرده و در اینجا
این نویسندگان این مقاله آوردن که این دیدگاه نیز نادرست است، که ابدا نادرست نیست، چون این دیدگاه در اشعار حاج نعمت الله موجود است و ایشان به اصطلاح پل یا وصله بین هویت الحقا با هویت و با جهان اسلام هستش. کلا همون تاریخ نویسی طبری و به اصطلاح برجستگان یا اینکه تاریخ نویسان صدر اسلام یا صده‌های بعد از جا افتادن اسلام و حاکمیت اسلامی، اینها تاریخ را از خلقت شروع کردن تا زمان خودشان به اصطلاح. و کاری که حاج نعمت کرده، حاج نعمت الله جیهون آبادی، اون تاریخ را پی گرفته حالا با کاستی هایش و آمده برخی از شاهان شاهنامه‌ای بدان چیز کرده، پیوند داده و بعد از اونها هم از زمان بهلول اینا را ردیف کرده که ذات حق اصلا در اینها حلول کرده تا رسیده به سادات محترم و صده‌های قبل. حالا من بعد از این نوشته به نوشته از این که اینجا رجوع کنید آورده نگاهی میاندازیم که این بزرگوار خودش احتمالاً از الحقا باشد، چون با خیلی ادبیاتش با خیلی چیزا آشناست، به اصطلاح از ادبیاتش پیداست که با خیلی چیزا آشنا است. خب اینا این راولینگسون آورده، حالا نمیدونم چطور تلفظش میگم، من نگاه کردم به شیوه نوشتن لاتینش که راولینگسون درسته تلفظ میشه، چون این سون در سعودی هم هستش که پترشون یانسون، این سون یعنی پسر، برای دختر هم به کار میره، یعنی فرزند راولینگ. خب از یکی از پیروان بابا یادگار نیست، اینا که اون 7 نفر چیز کردن، اینا به صدر اسلام به عقب برگردند این چیز، این راولینگسون که اینها به درستی نادرست دانستند این سنویسنده. خب این شرح راولینگسون درباره مکانهای مقدس و زیارتی علی الهی ها نظیر حرمخانی شهربانو مقبره باب یادگار واقع در منطقه چه بانزده و این چیز مقبره یا یه مکان تاریخی یا یک مکان به اصطلاح پرستشگاهی بوده، این معلوم نیست در این نوشته و به احتمال زیاد که تاریخی بوده، تاریخ پرستشگاهی. و در اینجا یه نکته که باید چیز کرد، مورد توجه قرار داد، در این زمان که خبری از بقیه مقبره ها و زیارتگاه ها و به اصطلاح بارگاه هایی که امروزه در میان الحقا را به اصطلاح ورز زبان هاست و میرن سر میزنن به اصطلاح زیارت میکنن، اسمی از این نیست و تنها بابا یادگار و کل داود در نوشته ها هستش و در بعضی نوشته هم به اصطلاح با مکانی به اسم بابا بزرگ. و در اینجا ایشان به دکان داود راولینگسون اشاره دارد که آهنگر و اصلا این روایت با داود کوسوا هیچ ارتباطی ندارد و تاریخی همونطور که در باکگراند پشت سر من دیده میشه کل داود و گوردخمی داود ارتباطی به این جهان بینی نداره و بعدها در این سده آخر به این روایت های به آن پیوند انتساب دادند و چیز کردند، تاریخ را عوض کرد. راولینگسون علی الهی منطقه لرستان یه پرستگاه به نام قبر عباس بن علی دارند و اینها هستش و 3 مکان زیارتی علی الهی ها در لرستان یاد می کند: مقبره سلطان محمود، سلطان ابراهیم یا همان بابا بزرگ. حالا من نمیدونم واقعا سلطان ابراهیم
همون بابا بزرگ است یا نه، من منبعی ندیدم و باید در این رابطه جستجو کنم. و سلطان محمود و یکی دیگر هم شاهزاده احمد که از هفتن چیز کرده. این احمد احتمالاً با همون نامی که به بابا یادگار منتسب کردن چیز که اشتباهی گرفته شده است. خب سلطان ابراهیم در منطقه باوالین هستش و این چیز منطقه بین هرسین و لرفان. با گفته وی محل دفن بابا بزرگ مقدس ترین نقطه لرستان هستش و این خودش حالا این نشانگر آن هستش که بخش بزرگی یا یک بخشی از مردم لرستان یا اگر همه نباشد به اماکن اسلامی چیزی نبودن، متکی نبودن، بلکه یه مکانهایی برای خودشان داشتن. از نظر لرها اینش مهمه، از نظر لرها قرآن و حضرت محمد زیاد اهمیت ندارد به قداست بابا بزرگ در میان لرهای کوچک اشاره کرده. خب و از پرستش چندین حدیث زنده دیگر بدون ذکر نام آنها سخن گفته و این همون شرایطی است که گوبینو در کتاب 300 در آسیا توصیف کرده است که الحقا و صوفیان که ایشان را در معنای فیلسوف به کار میبرد که اهمیتی به اسلام نمیدهند و مردم کرمانشاه مراسم های شادی خودشان را به صورت در هم یا زن و مرد شریک اختلاط برگزار میکنن و نگهبان های در سالن ها میذارن که کسی مزاحم نیاد و در داخل آزاد هستند، برابر هستند و متمدنانه مراسم را اجرا میکنند. و حالا این هستش، این به اصطلاح میتون جای یا مهر دانایان کردان بر جغرافیای کردستان دانست و این که این حالا این نویسندگان این را مشکوک دانستند، ولی در واقع این کاملا درست است و با اظهارات بالا هماهنگی دارد و دانایان کردان از اسلام و از شاه و شبهه و دنیای اسلام متمایز و مجزا بودند و اینها تحت اینها به اصطلاح بخشی از انسانهایی که چنین دیدگاهی داشتند از متأثر بودند از دانایان گوران، دانایان کردان است. و این که این چند حدیث زنده همونیه که گوگینو هم اشاره دارد که بخشی از مثلا انسانهایی که در سطح مدیریت جامعه هستند یا حدیث اینشان هم نام میبرد، کسانی هستند که منصبشان ارثی نیست بلکه برگزیده میشوند، انتخاب میشوند، ولی من نمیدونم که کی انتخاب میکند و چون انتخاب میکنند، ولی این هم چیز مشابه همون اظهار نظره و درست هستش. حالا این بارون دوبه که سفیر دولت فرانسه بوده در دوره محمد شاه قاجار، این هم اشاره داره مراسم مذهبی گوران علی الهیا که این خروس که هر افراد هر خانواده روستایی یک پرنده نزد یک شیخ یا روحانی و این که توصیفی که اینجا داده میشه که بیانگر این نیست که نظر و نیازی بوده، چون این در واقع روی پارچه روی چیز میاندازن، روی دیگ و روی دیگ بزرگ و چیز میکنن، پارچه روی دیگ کشیده میشه که این شیخ دست میبره زیر پارچه و یه تکه گوشت بر میداره و در میان هزارچه قطعه گوشت جدا کرده و به نوبت به این افراد تازه تقسیم میکنه. و اینجا سخنی از به اصطلاح تیری و از نوالو و از چیزی از سیری نیامده، بلکه شیخ. کلمه پرنده هم که اینا هر فرد هر یک از افراد یک خانواده در صورتی که
اگه منظور چیز باشه، اون کاسعه یا مراسم آخرین روز 3 روزه که اینا دارن باشه، هر خانواده حداقل یکی، هر نفر نیست، هر خانواده یک خروس هست، یک عدد خروس. خب اینم از این که اینها مولا خطاب سلطان اسحق اینا توجیه‌گری است که این دوستان آوردن. بعد رسم قربانی خروس رو که توجیه کردن اینجا و اینا همون نام‌های چیز از اون نام‌های به اصطلاح توهین‌آمیز، یا حالا نمیدونم این در مورد جمعیت کوچکی یا در مورد یک آبادی، چون این نویسندگان مشکلی که اینجا هست انسان بتونه یه برداشت روشن داشته باشه، اینها مشخص نکردن که در کدام آبادی یا در کدام روستا یا در کدام محلی یک شهر یا یک بخش به اصطلاح به این مشاهدات برخوردن و یا این چیزها را مشاهده کردن یا چیزی را شنیدن، و این است که انسان مجبور به تعمیم میشه بر جمعیتی کلیتر یا جمعیتی زیادتر. و حالا ممکن است مثلا جمعیتی کوچک رسمی داشتن که حتی عنوانم درست نباشه، یه همچین مراسمی داشته باشن، هرچه اینجا ممکنه چیز باشه، توهین‌آمیز باشه یا تعریف شده باشه، ولی ممکنه یه به اصطلاح ریشه واقعی هم داشته باشه. این چریکوف هم در سال 1847 از منطقه قلب چیز کرده که این فرقه علیاللهی هم نام برده و به اصطلاح با نام داودی مطالبی نگاشته و احتمالا این داودی هم که همون شخصیت یهودیان باشه. خب این در هنگام اقامت خود در کرند در نواحی اطرافان به دیدن مکانهای مقدس و زیارتی علیاللهی یا همان داودی ها رفته و به مقابر باب یادگر. خب در اینجا هم مشخص میشه که باب یادگر یه مکان، حالا اینجا که هرچند به مقبره و زیارتگاه نام بوده ولی خب یه مکان تاریخی بوده و این مستند هستش که در همه این نوشته‌ها که این مکان وجود داشته. به هر حال بعد این شمس علمدار و دکان داود اینا مراکز چیز بوده، مکانهای پرستشی یا زیارتگاهی بودن که این کل داود که همونطور که گفتیم این بعدها به این گونه زیارتگاهی شده و قبلا اینطور نبوده و در همین جا که از کرند نام برده از هیچ کدام از این جمعخانه ها و نمیدونم مراکز امروزی که زیر به نام بنیامین و پیومیسی و غیر و ذالک ساختن در این زمان چیز نبوده، در 1848 ساخته نشدن و نامی از اینها نبود. از اینها چه کردن منابع این نویسندگان این مقاله؟ افضلی، طاهری، ماشاءالله سوری و القاسی هستش. حالا نمیدونم القاضی اشتباه تایپ یا باید القاسی باشه که اینا بعد خارجی دیگر یا سیاهای دیگر شیل هستش، لیلی شیل همسر وزیر مختار انگلیس در زمان ناصرالدین شاه هستش که این 1849 تا 1853 در سفرنامه خود از علیالله نام برده و از یکی از موارد بارز آزادی عقاید مذهبی در ایران وجود گروه کثیری از پیروان این فرقه دانسته. خب این هم گوبینی اشاره دارد که دو پنجم مردم ایران الحق هستند و اینها به اندازه‌ای به اصطلاح مسلمانان اصلی متعصب نیستند و اینها حتی اسلام را چیز قوانین و به اصطلاح مبانی اسلام را به سخره میگیرن، به شوخی میگیرن و در موردش در بین خودشان حرفای تحقیرآمیز میزنن و این به معنی به اصطلاح آزادی عقاید مذهبی نیستش. و همون هم که مشخصه علیالله علی خدا دانستن است. اعتقادات پیروان این فرقه تفاوت زیادی با سایر
مسلمانان ندارند. همونطور که عرض کردم بستگی دارد به کی نگاه کرده، به کجا رفته و کدام جمعیت مد نظر هستش. آنها علی را به عنوان مظهر و جسم ادا به حساب می آورند. بعد علی الهی در جمله فرق شیعه به حساب آورده این خانم و بخشای استوایش لکم جز آنها بود. دلیل عدم آزار پیروان فرق علی الهی در ایران را در این دانسته که آنها در بیشتر موارد عقاید خود را آشکارا بیان نمی کنند، موردی که هنوز هم چه صدق می کند، هم در باشور برای کاکیا و هم در ایران فرق متصوفه و الحق ها هم همینطوره که خودشان را برجسته نمی کنند و بیشتر به موارد مشترک یا به باورهای مشترک تکیه می کنند و برجسته می کنند. پولاک هم یاکوب ادوارد پولاک اتریشی بوده که 1852 تا 1860 به ایران رفته و به ایران رفته که حالا نگاهی انداختم به وقت میدود که علی الهی ها اینها چیز تجسم همون ذات علی تعریف کرده. بعد اینا هم همون چیز رابینسون بحث این شخصیت های یهودی را در میان اینا مورد مقدس دانسته. بعد علی الهی ها به قطعیت و اطوار قرآن اعتقاد داشته و که مسلمان میدانند. پولاک نقل کرده اینه، اگرچه نماز نمیگذارند به احکام طهارت و تغذیه از منظر اسلامی مقید نیستند. حالا این چه مسلمانی که به اینها مقید نباشد. در نتیجه اینها رد پای ما هم در تاریخ هستش. حالا میایم گوبینو 1855 تا 58 که این اولین بار الحق را ایشان به کار بردن، تا حالا که علی الهی بوده. خب علی الهی هم یادگار پادشاهان صفوی هست که علی آنها را مظهر یا تجلی یا اینکه به اصطلاح چه بگم تجلی ذات علی یا نماینده علی بر روی زمین یا بر مسند پادشاهی میدانستند و این است که این علی الهی ها با این تعریف، با این معنا یادگار اونهاست و در این دوران که الحق میاد چیزی میگه سرزبان ها میفته و این نام نخستین بار از سوی او به کار گرفته شده است و نام دیگری نوسیری و نامهای دیگری قبلا رایج بوده است اینا. خب گوبینو در کتابش آورده، در واقع اینجا نیامده ولی در اینجا نوشته پیچیده تره، ولی خب گفته درست نیست که جمعیتی که نام علی الهی بر خود دارند با جمعیتی که الحق هستند یکی دانست. این درست نیست. بعد اینا بزار مسلمان ولی در واقع چنین چیزایی نیستن، همونطور که اشاره کردم. به پیامبر قریشی چیز قبول ندارند و همون سر دشمنی، همونطور که عرض کردم اسلام سر دشمنی دارند به اندازه یهودی و مسیحا به اسلام که سر دشمنی و کینه می‌ورزند. خب و سگ و خوک اینها چیز نجس نمیدانند، تحت زوجات را محکوم میدانند و از طلاق دهی، طلاق گرفتن به اصطلاح خودداری میکنند و به شراب این چیزا می نوشند، نوش جان میکنند و غیره و غیره که همه این مشخصه ها به اصطلاح به دنیای اسلام چیز نداره، تعلق ندارد. اینا از سنن و از قول معروف آبشخور دیگری دارند. 8 شاخه که گوبینو آورده: ابراهیمی، داودی، میری، سلطان بابری، خاموشی، یادگاری، شاه یزدی و خانه آتشی.
که این نویسندگان میری و خانه تاشی را چیز کرده، جز شاخه‌های این فرقه به شمار نمیآیند، که در صورتی که اینا اشتباه میکنند. میری هنوز موجود هست، میری هستش و این تعریف شده یا عنوان دیگری است که به جای خان آتشی به کار رفته است و اینا شنیدن ولی خود درست ننوشتن. مثلا این دو خاندان یا این دو فرقه هنوز موجود هست و درست هستش اونجا، ولی خب این سلطان بابری معلوم نیست که منظور چه هستش، ولی که از آن جایی که 8 شاخه آورده ابراهیم داودی، اینا ناما چیز کرده، اشتباه نوشته، ولی به احتمال زیاد اینا به جای، چون در این دوران باید ایازی و نمیدونم اونای دیگری که چهار بستر خاندان تازه تشکیل شده در همین اصل خاناتش به اصطلاح شکل گرفتن یا بنیان گذاشته شدن، احتمالا منظور همونا بوده که چیز کردن، اشتباهی نوشته شده. حالا این منبع اینا هم چیز سلطانی و صفیزاده، همونطور که جلسه پیشین هم عرض کردم، اینها منبع مورد اعتبار جامعه پژوهشی فارس زبان شدن این دو نفر. این هم که گوبینی آورده که این 3 روزه برای همه مهم نیستش، فقط این مهمه که نگاه شاخهای ابراهیمی داودی میری و سلطان بابری اینها این 3 روز را میگیرند و یادگاری ها نگرفتند و این یه نکته مهم دیگری است که ما را در تاریخ نشان میده. خداوند اسامی دیگری دارد که این دو رو پاسم اینها در جلسه بینا خواهیم پرداخت به طور در جزئیات و صفیزاده منبع این اظهار نظرات هستش و این چیز قالیچه روایتش اینجا آورده و نویسندگان محترم این را به اصطلاح تاریخی کردن که سلطان اسحاق و پیر میکائیل روی قالی، البته این اشعارش هست، اشعار که زیر نام سروده جا انداختن هستش این درست، و که این دیوانگوری نسخه خطی، که این دیوانگوری نسخه خطی همون دیوانگوری که پر از اشعار جعلی هستش و این هم نمونه دیگری هست که در سالهای اخیر که به چاپ هم رسیده. این حالا این یک مورد دیگه که متون دینی یا رسانیه این سوء استفاده از ادبیات ما هستش و این متون یا رسان دین نیست که متون دینی داشته باشه. اینا تلاش کردن که همون ادبیات ما یا رسان یک نامی جامعه باشد و یاری نامی یک دین، تلاش کردن که این را رعایت بکنند ولی خب نکردند. خیلی جاها این قاطیباتی کردن یا به جای هم دیگه به کار بردن. از همین 4 نفر، همون 4 ملک که آیین یاری نوشتن اینجا آورده و اورسل که همین ارنست اورسل 1882، ایشان هم فرقه که 100 مذهبیند ولی مطابق با اصول و موازین قرآن نیستند. خب مذهبی هستند ولی چیز نیستند. منظور چیست که این از مذهبشان چیزی نیاوردن و این سلسله مذهبی نبودند. خب مثال تعلیمات سقی اینا رو 2 بخش کردن که یه بخششان مطابق برای تعلیمات و فلسفه ظاهری که این شریعت میشه و این ما جهانبینی فلسفی دانایان گوران شریعتی ندارد، ولی مسائل و تعلیمات سری که کلید رمزانه فقط در دست معتقدان خاص این آیین و در دست این تعلیمات سری، این فلسفه که در میان بسرا نرفتن با سیاحان خارجی در میان بگذارند به گفتگو بنشینند و خودشان را به خطر بیاندازند و آنها مجبور شدند که با عناوینی کلیشه‌ای به این موارد اشاره داشته باشد و این معتقدان خاص و مطمئنا منظور فیلسوفانی هست که این تعلیمات یا این فلسفه را به ارث گرفتن و دارن چیز در زمان خودشان این را به نسل‌های جوانتر منتقل میکنن. خب
این دوباره اینجا این هم این نویسنده چیز ارسل هم سخن گوبینو را تکرار کرده که به حضرت محمد چیز توهین میکنن، ایشان را این کاری نمیدانن، گوشت خوب میخورن این جمعیت، بعضی از این جمعیت ها و تحت زوجات مخالف هستن، باز هم همون جمعیت میشه. بنجامین این سفیر آمریکا، اولین سفیر آمریکا است که 1882 علی آیه در زمره مسلمانانی چیز کرده و همون مشخصشان علی را مقام و منزلت بالایی میپندارن، دارای مقام و منزلت بالایی. حالا این کرزن، لورد کرزن در سال 89 به منطقه میره، ایلال کرد منطقه غرب پیران الحق برخورد میکنه و این هم همون چیزا که شیعه و این چیز در مورد لوردهای کوچک همون نظرات راولسون یا مشاهدات راولسون را تکرار کرده که اینا که مذهب آنها درست معلوم نیست، اکثر باشی است، ولی به پیغمبر و کتاب آسمانی او توجه ندارند، پیران مختص به خود دارند و مزار آنها را مقدس میشمارند، از جمله چه بابا بزرگ. پس این سه نویسنده گوبینو، راولینسون و این کرزن در این رابطه با هم اتفاق نظر دارند. ویشارد، جان ویشارد آمریکایی، این هم که پیش و پس از انقلاب مشروطه به منطقه رفته و به نوشته وی فرقه علیه هر نوع ارتباطی را با مسائل جاری اسلام امروز نادیده میگیرن و این میشه 4 نفر که در این رابطه اتفاق نظر دارن و این مربوط به اونا نیست. اگر هم چیز معلوم نیست از کجا شنیدن که به این هم اطلاق کردن یا اینکه خودشان عمدن همون سخنان اسلام تصوف تکرار کردن که مورد توجه قرار نگیره. ویشارد آورده که مراسم مذهبی این عده علی الهی بسیار شباهت به پارسیان باستان دارد، آتش پرست هستند و این احتمالاً بخشی از زرتشت‌ها را دیده است. خب پیروان فقه به تعداد قابل ملاحظه در تکت‌های ترک زبان هم وجود دارند که در ایلخچی اومده که اون هم که جلسه پیش بدون پرداختیم. اوژن اوبن سفیر فرانسه هم به این مناطق اومده، دو حوالی به اصطلاح انقلاب مشروطه و این هم چیز علی الهی جزء فرقه های صوفیه قرار داده. حالا اینجا چی هستش؟ منابع طاهری، افضلی، القاسی و ماشاءالله سوری، دو مکان زیارتی علی الهی ها در اینجا مشاهده شده در کرن که یکی قبر سلمان فارسی، قبر سید رضا نامی که سید رضا بیک بعدن چیز شده و این تعداد امامزاده بسیار کم بوده در این منطقه چه کرمانشاه. و این هم میتونه دلیل دیگری باشه که این جهان بینی چقدر قدرت داشته، چقدر تا زمان کمی پیش از بسرا نامه‌ای که سید شمسین حیدری نوشته 1312 یا 13 چیز بوده، این منطقه این وضعیت داشته که خیلیاتی اسلام و قرآن و محمد هیچ قبول نداشتن، زیارتگاه‌ها خیلی کم بوده. میبینید که در اینجا هم اسمی از این جمخانه موسی و بنیامین و این زیارتگاه‌هایی که سادات هفتوان ساختن اسمی از آن نیست که در همین حوالی مشروطه واقع قاجار. خب 600 خانواده که اسم برده مشخصا علی الهی که در کرن زندگی میکنند، آیین آنها نه عبادتی بوده و نه مسجدی دارند. بلشور کسی دیگری هستش اینجا که چیز کرده، سخن گفته و این علی الهی ها در حقیقت نه مسلمان بلکه مسیحی هستن گفته و اینجا نتیجه گرفته سیاهان گاه به صور گوناگون به داستان پردازی و قصه
صورت‌های گوناگون قصه بافی در زمینه اقدام نمودند. سیاحان غالبا به شنیدنی‌های در این رابطه اکتفا نکردند و خود به منابع مکتوب این فرقه مراجعه نکردند. خب کجاست این منابع مکتوب؟ این فرقه کجا هستش؟ شما با از امروز نگاه به گذشته میکنید که 4 به اصطلاح 4 کتاب زیر نام دیوان گور سرانجام در دسترس است و این همون آثار حذف شده هستش که خیلی هاش از بین برده شده و تعداد کمی یا بخش‌های کمی که مونده به علاوه جعلیات خودشان به صورت کتاب و دست‌نویس‌های متعدد و متفاوت در آوردن. از دیرباز درباره فقه اعتقادات غیر اسلامی شایع بوده و این چند نام برای مجموعی از عقاید به زعم وجود تناقض در بخشی از جنبه‌های آن نظیر اعتقاد نداشتن به نبوت پیامبر، باور نداشتن به صحت و سندیت قرآن، اعتقاد به تناسخ و حلول و انجام کار غیر عادی و منافی اصول اسلام، چشمگیرترین آنها قلب در باب حضرت علی و خداوندی وی است، از سوی سیحان به کار برده شده است. خب چند عنوان هم همون علی الهی و که بعدا به الحق تبدیل میشه و این الحق هم همون الحق چیز احتمالا ریشه در حق بودن علی در مقابل بسرا باطل بودن معاویه ریشه در اونجا داشته باشه که در زمان صفویه بدین کاربرد پیدا کرده و یواشاش توسط چیز همونطوری که دکتر بهرام الهی در تاورقی یکی از صفحات جلد اول فکر میرسد آثار الحق آورده که این نام در زمان حاج نعمت الله جیهون آبادی جا افتاده و قبل از ایشان به ندرت استفاده شده و این با این ترتیبی که نگاه کردیم درسته و تایید میشه که الحق در اولین بار در زمان گوبینو به کار رفته و این گوبینو هم احتمالاً حالا من مقایسه نکردم ولی خب معاصر است یا مقارن است با خود دوران زیست حاج نعمت الله. این که بخشی از آنچه سیاحان گزارش نموده غیر از نسبت دادن اعمال شنیع و قبیح مربوط به آیینیاری. این آیینیاری اینجا نگاه میکنی که اینها بازم به کار بردن در صورتی که یاری آیین نیست. آیینیاری نام قانون یا قانون اساسی یاری سده 7 و 8 هستش، نه نام کتاب دینی یا نام مذهب. و حالا چون یارسان یا یاری نام دیگری برای بخشی از فرقه مشهور به علی علیه است، مطالب این سیحان یک سره بی اساس نیست و در آینده کسانی که اطلاع دقیق تری از متون این آیین دارند باید این گزارش ها را به نحو دقیق تری با آن متون بسنجند که ما همین کار را کردیم در طی 2 دهه اخیر و اینجا این ادبیات ما هست که دارن که به طور ناروا و نامسما به کار گرفته میشه و اینجا هستش که چند سروده آوردن. این همطور که عرض کردم حداقل یکی از اینها جز خودش به فرقه الحق تعلق دارد که اینجا آوردن از دیوان گوره که هفتوان و ارماد بود، ابراهیم یادگار راهنمای راد بود. این جل هستش، این مربوط هستش به یک قطعه به نام دعای فاتحه که این هفتوان و رماد بود، ابراهیم و یادگار راهنمای راد بود. این توسط ابراهیمی ها جل شده است
و سروده دیگه یا این خشت دیگری آورده، بیت دیگه نه خشت، بیت دیگریش که آورده داود بنیامین موسی کماندار مور 5 تنم ها پیر رمزواری پیر نیست پیر رمزبار، که این همچه در نوشته آمده در یک شعر منتسب به سلطان آمده که بنیامین داود موسی کماندر مور 5 تنم ها پیر رمزبار یار زردبان چنین روچیاد ها هفتنانم او هفت پورم یار. این در مورد جا انداختن هفت پور منظور هفت سید هفتوان دوره سده هفتم هشتم هستش که هفت پور منظور که اینا بنا به روایت های جعلی و اشعار جعلی که اینا سرودن پسران سحاک دین ساز هستش و دینی که مبتکر دین و دین ابتدایی ایشان هم به ارث به هفتن رسیده به سادات محترم. و این سروده هم که آوردن به شرط بنیامین و ردای داود چراغ دو هفت یاری نو نابود از یک قطع شعر دیگر به نام دعای نامگذاری نوزاد که این هم جل هستش و این در این چیز قطع شعر آورده شده است. منابع همچه افضلی شابرین قاسم دفتر رموزیارستان القاسم مجید مجموعه آیین و اندرز و رمزیاری و اینها که منابع اصلی این بزرگواران هستند. دیوان گوره و این بزرگوار خودش پایان‌نامه کارشناسی ارشدشه که به عنوان منبع آورده و نگاهی خیلی خیلی سریع میاندازیم چون برنامه خیلی طولانی شد. از سلطانی محمد علی خاندان حقیقت و مشاهیر متأخر الحق کرمانشاه و صفی زاده بورکه‌ای ماشاءالله سوری در اونجا و همون منابع طاهری طیب که این نوشته زیگ آریایی کردی که اینجا زیگ نوشته، نمیدونم کدامش درسته ولی خب این اثر زیگ آریایی کردی به اصطلاح هستش. منبع در اختیار ندارم ولی خب همین میتونه خودش تایید هجویات این بزرگوار باشه که بقیه آثارش هم همینطور است که در موقع خودش به محتوای چیزش سرانجام کتاب به اصطلاح سرانجامش هم میرسه. و که این بزرگوار اینشه که پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی به پیدایش و تحول فرقه الحق در استان کرمانشاه و عنوان چیزشه، عنوان پایان نامشه و این اسمش دانشجو محمد رضا زاده سفری که سرهم نوشته شده خیلی جاها فکر کنم درست‌تر باشه 1392 و اینا استادانش هستش. و حالا در بخش چکیده این یکی از نهله های مذهبی موجود در ایران آیین یاری مشهور به الحق و علی علیه و غیره می باشد. هویت آیین یاری به دلیل پیدایش شاخه‌های انشابی از آن در قرون اخیر از سوی ناظرین و محققین به درستی درک نشده و دچار تعریف شده. پس این سران به اصطلاح الحق و علی علیه چه کاره بودند؟ این پژوهشگران پرسشی این چنینی مطرح نکردند. چگونگی پیدایش آیین یاری و ریشه های تعالیم سنن و آداب و رسوم موجود در آن در حاله ای از ابهام می باشد. نه دوست گرامی، در حاله ای از ابهام نیست. همه این تعالیم و سنن دارن در در سده اخیر در 80 سال اخیر همگی سر برآوردن، جعل شدن. ابداع این سید و آن درویش هستش و این است که هیچ چیزی در حالی از ابهام نمونده و اینها ساخت به اصطلاح جعلیات
حداقل 80 سال اخیر هستند. همونطور که در بالا هم نگاه کردیم، در نوشته پیشین هم گفتیم، راجع به نوشته پیشین مکانهای زیارتگاهیشان، اسامیشان همه تازه ساز هستش، تازه جشن هستش. آیین یاری بعد از آمدن اسلام به ایران به عنوان یک جریان اجتماعی دینی پدیدار شده. این هم از نظرات ما هستش و همه نوشته ها و گفته ها صحاب یه دین تأسیس کرده در 700 سال پیش یا قرن هفتم و هشتم. و این که ما گفتیم این یک جهان بینی، یک جریان اجتماعی به نام گوران این را آورده و این حالا اجتماعی دینیش کرده. حالا این نگاهی به این فهرست بیندازیم مشخص میشه که منابع رفرنس ایشان کی هستند؟ پیران و مشایر الحق بورکه‌ای، بعد مجموعه رسائل الحق، سرودهای دینی یارسان ماشالله سوری، رساله یاری سید علی نژاد، سید خلیل علی نژاد، برهان الحق نورعلی الهی و اینها هم این سلطانی قیام نزد علویان زاکرس، علی قلندر و شاه فضل ولی که از کسی از دولفان ها اینا نوشته و این شیعه نامه در نوع خودش و چه سرسبردگان چلتنان، اینها این همون آثار چیز طیب طاهریه که اینجا هم زیج یا زیج هرچه این لحظه که اشاره کردیم در جلسه پیشین، خاندای حقیقت و مشاهیر بورکه‌ای، پایان نامه دانشگاهی فلان، بعد روش اینها هیچ، دیوان گوره، دوره بهلول بورکه‌ای، دفتر دوره شاخوشین احتمالاً همون نمیدونم اصلا کی هستش، دوره هفتمان نامه سرانجام، اینها چیز بورکه‌ای، دفتر رموز یارستان القاسی فکر کنم باشد و کلام دوره بابا ناوز، کلام دوره بارگه اینا همه جعلیات، حداقل عنوانهاش جعلی هستن و میتوان پی برد که محتوایشون خیلی هست که دیدم. این کلام دوره بارگه و بابا ناوز که پر از اشعار جعلی هستش و نیاز به زلال کردن، صرافی کردن و زلال کردن داره. پیدایش یارسان در فلان فلان اینا که پیدایش آیین یاری و که این نظرات خودشه و منابع همونایی که عرض کردم همین منابعی بود که در جلسه پیشین بدان اشاره کردیم. حالا این بزرگوار یه اظهار نظرهای هم داشته، اصول عقاید آنها را میتوان در چند فقره زیر خلاصه کرده، تناسخ و فلان 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 اینها چه آورده که پس از ورود اسلام به ایران شکل گرفته و در قرون متأخر جنبه عقیدتی به خود گرفته، یعنی یه جریان اجتماعی دینی بوده ولی خب جنبه عقیدتی برجسته شده است. حالا من نمیدونم به عقیدتی و دینی در اینجا در چه معنی هستش که اینطور اختلاف داشته باشه. تناسخ بعد اینا به معاد اینا اعتقادی ندارن، بس این چیز آورده که چه بعد مقرزانه در موردشان سخن گفته شده. آداب و مناسک یا رسانیان ادبیات ما باز اینجا که پیدا میشه، با یهودیان نظیر قربانی کردن خورشت و گوش آن به عنوان نظر آنها را از شمار یهودیان دانسته است. خب این تشابه به این مناسک آنها را با هم سبب شده که با هم یکی پنداشته شوند. خب این مناسک آداب و مناسک یارسانیان، راویلسون هم در میان یارسانی از وجود آن خبری نیست. بعضی از اینها که حالا یارسان کی پدید آمده است که شما برید در تاریخ های دور مناسک و آدابش مقایسه بکنید که چه گفته شده چه گفته نشده در مورد آنها. بعد این چیزشه همون منابعی که در نوشته پیشین به آن اشاره کرد.
طرفه آنکه این مردمان ساکن در غرب ایران و شاخه انشابی آن در اقلیم کردستان عراق که عنوان کاکئی دارد خود را یارسانی دانسته و این خود را که میپندارند از ازل وجود داشته است یاری مینامند که این یک نادرست هستش و اونا خودشان را کاکئی میدانند و من پیشنهاد به چند شخصیتشان دادم در سال 2011 میلادی، در سال 2011 که بیایند با هم زیر نام یارسان متحد شیم که خندشان میگرفت و این درست نیست که اونا خودشون را یارسانی و پیرو آیین یاری و این ادبیات ما هستش که به نادرست استفاده شده است و من خودم در آن زمان 2 سال در میان آن عزیزان به سر بردم که حالا میبینیم که انجمن‌ها و چیزهایی تهیه کردن و زمانی اینها یا اینکه بنیاد نهادن تشکیل دادن انجمن و گروه های با نام یارستان و غیره، یارستان و غیره که محصول سالهای اخیر است که یارستان جا افتاده. اصول عقاید یارستانیان، آداب رسوم مناسک مذهبیان، احد رقم برخی مشابهت های ظاهری که با صوفی و قلات دارند نتوان در حوزه تعالیم و شعائر اسلامی قرار داد، بلکه اگر در متون دینی آنها که با عنوان دفاتر، جمع دفتر از آنها یاد میکنند و متعلق به چندین صده قبل بوده که از لحاظ زبانی نیز زبان آنها کردی ترکیبی از اورامی، لکی و کلهوری می باشد، به تحقیق و تفحص پرداخت. خب بازمانده نیاکانی هستند که به طور کامل و در بست و با طلوع گردن به و در بست و با طلوع گردن به رقبه اطاعت از مذهب اسلام ننهادند. حالا رقبه ها چه مطیع اسلام نشدن از همون اوایل تشکیل بستن. در جریان سیر تاریخ تا زمان حال دچار تحولاتی شده و به اقتضای زمان از جریان‌های غالب در منطقه نظیر تشیع و تصوف تأثیر پذیرفتند که این در مورد هفتوانه صدق می‌کند. خودشان بخشی از تصوف هستند، نمونه خود عالی قلندریا و ایازیا، آتشبگیا و زنوریا مستقیما از الحق صفویه جدا شدند و هفتوانه‌ای ها هم چیز بودند، با حاکمان نزدیکی داشتند و با آنها زیستند و تاریخ مشترک داشتند و همزیستی تاریخی داشتند و این ربطی به یارستانی ندارد که ما تعریف کردیم و ربطی به یاری یاران گوران ندارد و من در جلسات اختصاصی به این موارد خواهم پرداخت و اینا نمیرسیم که بدان آن بپردازیم که خیلی طولانی شد. در مواقعی که لازم باشد به این بر میگردیم و این نگاه میکنیم که صدیق بورکی صفیزاده منبع هستش همین یارستانیان و پیرو آیین یاری. در اینجا هم بازم ادبیات صفیزاده در این کار به افرادگرایی که این درسته که در مورد صفیزاده که اون جلسه پیشم اشاره کردم که تفسیرهایشان به غایت نادرست هستش و خیلی از اظهار نظرات ایشان و تلاش کرده که این به ایشان و سلطانی تلاش کردند که این جمعیت را به اصطلاح وصله تن ملت ایران و کشور ایران. نوشته پراکنر برای همینه که اینها چیز هستش، سوزای اینها منابعش هستش و خودش در مورد این منابع اظهار نظر کرده و چیزهایی گفته است که ما نمیگیم
رسیم اینجا ادامه بدیم که خیلی وقت. خب عزیزان، دیدیم که جلسه پیشین دیدیم منابع الحقی، سید قاسم افضلی، سید عالی نژاد، نیک نژاد، سید کاظمی نژاد، القاسی، بهرامی، ایرج بهرامی و سایری و نویسنده های به اصطلاح ایرانی، بورکه‌ای، دکتر محمد مکری، سلطانی، دکتر مرزا ایزدی و این انگشت شما که بورکه‌ای از همه به اصطلاح آثار بورکه‌ای مورد رفرنس به گستردگی مورد رفرنس هستش در کنار سلطانی. و خارجی هم اینهایی هستند که نویسندگان خارجی یا صاحبان اثر خارجی که امروز دیدیم چه کسانی هستند و همه اینها چیزی مرتبط، چیزی مستند در رابطه با جهان بینی دانایان کردان یا گوران ندارند. اینها همش در مورد شاه و شعبه های اسلامی هستند، چه از نوع متصوفشن، چه از نوع سنی، چه از نوع شیعه یا هر رنگ و لعاب دیگری. و این نوشته ها آن جاهایی که عرض کردم که اهمیتی برای اسلام، اهمیتی برای قرآن، اهمیتی برای محمد و خلاصه میراثش قائل نشده، آنجا میتوان اثر و تأثیر سرسلطانان را دید، سرسلطان‌های گوران را دید. و من تلاش میکنم که با اسناد به نوشته های نوروز سورانی که اسلام و کل شاخه هایش صرافی کرده و فاقد مایه‌ای که بتوان انسان را با آن بار آورد و بارور ساخت و جامعه بهاری به اصطلاح بر مبنای آن برقرار کرد، فاقد چنین مایه هایی هستش. و در دوره های پیشتر هم چنین به اصطلاح آنالیزی داشتن در مورد اسلام و به طور کلی نوروز ایدئالیسم در کلیت خودش رد می کند. حالا اسلام باشه، یهودیت باشه، بودایی باشه، زرتشتی، هر نوع ایدئالیسمی فاقد اعتبار و فاقد مایه معتبر، مایه ارزشمند برای زندگی اجتماعی میداند و ما به آن خواهیم رسید. با آرزوی سلامتی و زندگی خوشی برای همه.